مسئولان امنیتی کابل تایید می‌کنند که 5 تبع خارجی و 3 مهاجم در حادثه شب گذشته در شهر کابل کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل گفته است که در این رویداد 5 تبع خارجی دیگر نیز زخمی شدند. آقای رحیمی میگوید که 54 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که 45 تن آنان اتباع خارجی بودند. تعداد 6 نفر زخمی را کشیدیم و تعداد جمعاً با شمول زخمی ها 54 نفر نجات داده شد، کسانی که در هتل بودند، و تعداد 5 نفر تلفات بوده داخل هتل و با امور رسیدن به وقت و زمان نیروهای امنیتی باعث ازی شد که ما تانستیم تعداد 54 نفر از داخل هتل نجات بدیم. سفارت امریکا در کابل تایید کرده است که یک تبع امریکایی نیز مشمول کشته شده های این رویداد می باشد. مخالفان مسلح دولت که گفته شده تعدادشان به 3 تن می رسید، حوالی ساعت 8:30 شب گذشته بالای مهمان خانه به نام پارک پالیس در ساحه کرولا پشته مربوط به حوزه 4 امنیتی حمله کردند و درگیری میان آنان و نیروهای امنیتی حدود 5 ساعت ادامه یافت. گفته شده که بیشتر اتباع خارجی برای اشتراک در کنسرت به مهمانخانه پارک پالیس آمده بودند و مهاجمان قبل از آغاز کنسرت بر این مهمانخانه حمله کردند. عمر سینا سفیر هند در کابل نیز گفته است که به اتباع هندی در این حادثه تلفات وارد شده است. برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند که 2 تبع هندی در مهمانخانه کشته شدند. در همین حال حسیب سرحدی یکی از کسانی که در داخل ساختمان گیر مانده بود در این مورد چنین میگوید: ما داخل صنعولی شدیم فایر شد خود ما تا این حال تقریبا 7 نفر در زیر تختای خواب بودیم. گفته شده است که شماری از اتباع ترکی نیز در این مهمانخانه حضور داشتند، اما تا حالا معلوم نیست که به آنان نیز تلفات وارد شده یا نه. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند.